حداقل چیزی که یه انسان باید داشته باشه ببینه طرف مقابلش در این جریان چه نقشی داشته، بعد قضاوت کنه. شما همین که گفتن آقای فروغ پول شما رو گرفته اینا تمام شد، شما 1 ریالتون به دست من اومده یا 1 ریال شما رو من هزینه کردم، اصلا من مدیر شرکت بودم، من مسئول شرکت بودم، پولاتون رو تو حساب من ریختید، من 3 ماه مدیر عامل این شرکت شدم. نمیخوام مدیریت قبلی رو زیر سوال ببرم، ولی اول بدونید منو برداشتن مدیر عامل 56 تا شرکت کردم برای اینکه مشکلات مردم رو حل کنم. مگر من از سال 72 تا سال 79 80 ساخت و ساز می‌کردم این همه تعداد 30,000 واحد تحویل مردم دادم، یه دونه پروژه‌اش دیر شد یا مردم تو خونه‌هاشون نشستن یا کسی اومد گفت برق خونه من خرابه، لامپش خرابه، مگه همه اینا رو تحویل ندادید؟ مگه تمام مگر من به دستور دادسرای ویژه روحانیت که گفتن آقا روحانی نباید مدیریت این شرکت ها باشه، منو به من گفتن آقا حق نداری مدیر باشی، من از شرکت ها بیرون آوردن، گفتن باید افراد شخصی باشه، چون افراد شخصی اگر کسی هم شکایت کرد اینو دادگاه عمومی دستگاه ویژه روحانیت با 2 تا شعبه نمیتونه این همه رسیدگی کنه. بعدم عرض کنم خدمتتون، من نمیگم مشاوره میدادم، مدیران شرکت با من مشورت میکردن، مبالغ و کسی که از شما میگیره نه من، هر کسی، اصلا برادر خودتون یا دشمن خودتون، یک موقع پولی که شما دادید و طرف برمیداره جای دیگه هزینه میکنه. مثلا مردم 60 میلیارد تومان پول دادن، یه دونه 1000 تومانیش خارج پروژه هزینه میشه، وقتی که کل اعضای پروژه رو هم دیگه نزدیک 60 میلیارد تومان 70 میلیارد تومان پول دادن تا امروز 140 میلیارد تومان هزینه شده، به این نمیگن که کلاهبرداری. کسی که اومده حتی پروژه های دیگه شو به اندازه 10 برابر پول مردم بازداشت کردن، یعنی به ازای هر 15 میلیون تومان نزدیک 200 میلیون تومان بازداشت کردن که مردم میدونن آقا پولو کسی نمیتونه بردار فرار کنه. الان هم عرض کنم خدمتتون واحدهای پروژه بالا از 1 سال پیش به این بعد که حسابهای شرکت مسدود بود، پروژه ها تماما توقف داشت، دادگاه همه درجات نامه داده بود که کار اینا انجام نشه، 3 ماه تمام مدیران شرکت بازداشت بودن در سلول انفرادی، به انواع و اقسام بدترین سختی ها بهشون گذشت. الان هم که اومدن عرض کنم خدمتتون که راهکار بدن برای حل مشکل. بهترین راهکار چی بود؟ ما از اول هم گفتیم بهترین راهکار اینه که به قیمت روز زمین ها رو بفروشن، پول مردم بدن، اصلا نیازی به من نیست. الان شرکت نزدیک 3000 میلیارد تومان اموال داره، چقدر عضو داره؟ اصلا من میگم 5000 تا. به این 5000 تا نفری 300 میلیون 400 میلیون هر چقدر بدید بدن. ما مگه گفتیم ندن؟ ما امضا مگه نکردیم؟ مگه نگفتیم همه رو بدن؟ ما میگیم آقا یه آپارتمان چنده؟ متری 2 تومن، 3 تومن، 4 تومن، هر چقدر کارشناس گذاشت 40% هم اضافه کنیم، 100% هم اضافه کنیم، میشه آقا جان چقدر؟ مثلا یه واحد 75 متری میشه 200 میلیون 300 میلیون، بیشتر که نمیشه. ما گفتیم آقا این اموال هست، یه مقدار پول هست، یه مقدار هم زمین، بفروشید، 1 ماه 2 ماه 3 ماه پول همه رو بدید، ما که اعتراضی نداریم، این پول که مال من نیستش که من بخوام نگران بشم، اموالم که بازداشت شده. امروز هم به حدوداً من بعد از اینکه مدیر عامل شرکت شدم تو این 3 ماه بررسی کردم، دیدم حدود 2000 یا 1500 میلیارد تومان از املاک شرکت بازداشت نشده. امروز بردم گفتم آقا این سندارم بازداشت کنید،
به نام مدیریت قبلیه بود، به نام مدیر عامل رئیس هیئت مدیره قبلیه، بازداشت کنید این املاک رو. گرفتن، اونها رو لیست رو بهشون دادم. الان هم عرض کنم خدمتتون از نظر پرداخت پول شما میتونید خیلی راحت بیاد به اندازه 3 برابر، 4 برابر، 5 برابر، 10 برابر، هر چقدر گرفتید. به پیشبینی من الان یه قطعه زمین هست 20,000 قطعه 200 متری تفکیکیه. یه قطعه‌شه. میگن آقا جان ما نفری 3 قطعه اینجا زمین برمی‌داریم. این یکی زمین رو می‌فروشیم نفری 20 میلیون تومان برمی‌داریم. اینجا رو می‌فروشیم نفری 30 میلیون برمی‌داریم. مگه فروش زمین چقدر کار داره؟ اونم توی این موقعیت که زمین گیر نمیاد. من راهکارم این بود. گفتم به جای اینکه صبر کنیم 1 سال و نیم 2 سال دیگه یا برای پلاس پایین انتخاب کنیم، بیاییم اونهایی که مشکل مسکن دارن، طرح من این بود. گفتم یه هستن میگن آقا برای ما فرق نمیکنه، کرج باشه، تهران باشه، فعلا تا این زمینا رو بفروشید ما جا نداریم توی 3-4 ماه. میگیم نداره، برید یه وای تو کرج بشینید تا بفروشید. یکی میگه آقا من مشکل پول دارم. گفتم بهشون 3 ماه ماهی 350,000 تومان بدیم تا اینجا فروخته شه. یعنی اگه 1000 نفرم هستن نفری 1 میلیون تومان میشه 1 میلیارد تومان. اگر مشکل اجاره نداره، میگه آقا جان من تنگ واحد شدم، باید پلاک من الان مشخص کنید، واحدمو بگیرم. گفتیم اینا رو بیان یه صورت جلسه کنن، تحویل موقت بهشون بدید، یه زمانی تعیین کنیم، پولش هم به پیمانکار بدیم، میگیم آقا پولش تا این تاریخ بساز اونایی که تنگ واحد شدن بدن. اما نزدیکترین راه و بهترین راه اینه شرکت الان چقدر مردم گرفته، مثلا 50 میلیارد 60 میلیارد. چقدر داره؟ 20 برابر، 30 برابر، 40 برابر. تازه اون وثیقه هم که 700 میلیارد گرفتن الان نزدیک 3000 میلیارد ارزش قیمتشه. قیمت کارشناسی 2 سال پیش این قیمته. خب فروش این زمینا کاری داره. من گفتم لیست املاک رو در اختیار مردم قرار بدیم. بعدم دادگاه اینو مزایده بذاره بفروشه. اگه دادگاه میخواد با هماهنگی مردم گروه بشن، بفروشن این املاک رو، دادگاه آزاد کنه، هر چقدر هم پول هست به قیمت روز. مگه من میگم کارشناس من بشناسم. کارشناس هر کسی که خودشون تعیین کنن، دادگاه تعیین کنه. میزنه مثل 1 تومن میگم 1.5، میزنه 1.5 من میگم 2 تومن، میزنه 2 تومن من میگم 2.5. یه قیمت میذارم. امروز بخوام صبر کنم روز به روز مسئله گرونتر میشه، وضعیت مسکن بحرانی‌تر میشه. من